دوستان عزیز، در کانال راهگذر قرار دارید. دوستان امروز میخوام که باز یک درس دیگری زبان ترکی را به شما نشان دهم. دوستان عزیز، موضوع امروزه ما برای آموزش زبان ترکی این پاسخگویی های سوالی، یعنی چقدر سوال دادن رو با زبان ترکی می‌آموزیم. این چون دوستان عزیز به خاطر اینکه قاعده گراماتیکی خیلی زیاد شده نرود، من میخوام که باز یک قاعده دیگر، یعنی شکل این کاری جمله رو چقدر ترتیب دادن رو در یک درس میخوام بیاموزم، یعنی در یک درس دو موضوع می‌آموزیم. وقتی که ما میگیم که این ماشین است یا که این استول است یا که این خانه است، اگر در زبان تاجیکی ترتیب سوال دادنش است و هست بذاریم، اگر است و هست این ماشین است گفتم میپرسیم، ترتیب سوال دادن اگر که توسط پاسخگوی است و هست شود در زبان ترکی باشد این خیلی نیست. بازی با شما همش رو میفهمیم. خب چقدر که گفتیم چهار پاسخگوی سوالی است، ما می مو مو از رو با همش مثال بیاریم. مثلا دوستان عزیز سوال میدیم که این ماشین است، این ماشین است، bu araba mı? Yani ki میگیم که این خانه است، bu ev mi? Yani ki باز میگیم که kız mı, oğul mu? دختر یا پسر؟ kız mı, oğul mu? باز دوستان عزیز میگیم که او ترک است، او ترک است، o Türk mü, o Türk mü? خب در اینجا سوال پیدا میشود که در چه خیلی حالت ما یا اینکه می یا اینکه مو استفاده بودن شود چه خیلی فرق کرده میتوانیم. خب دوستان عزیز آن از صدانکو وابسته است. وزیر با شما میفهمم اگر که صدانکوی آید آن دو پسندید ما گذاشته میشود ما. اگر که صدانکوی یه ای آید آن دو پسندید می گذاشته میشود. اگر که صدانکوی او آید مو آید مو. خب یعنی از صدانک وابسته است در آخری کلمه چه خیلی صدانک میاد. مثلا گفتیم که این ماشین است، بو عربه. در اینجا دوستان عزیز کدامش رو میگذاریم؟ عربه آمد یعنی ما، عربه ما. خب عربه ما. باز گفتیم که این خانه است، بو اف. در اینجا صدانکی یه آمد، اف می، اف می. او روس مو، او روس مو. در اینجا روس او آمد، او یعنی مو میگذاریم. او روس مو، او روس است یعنی ملتش رو در نظر دارد. باز در جای این اگر ترک گذاریم، او ترک مو، او ترک مو. در اینجا او آمد با همین خاطر مو گذاشتیم. خب یا که باز مثال میاریم که bu otobüs mü? Bu otobüs mü? این اتوبوس یا که این اتوبوس است. تصور میکنیم در جا اومد نقطه او گذاشتیم. خب دوستان عزیز این بودن طرز ترتیب دادن جمله سوالی توسط پاسخگو، یعنی فهمیدیم که در کدام حالت گذاشته می شود. خب اکنون میگذاریم با پاسخگوی این کاری. دوستان عزیز برای دانستن شکل این کاری جمله، یعنی شکل این کار کردن، اول باید کلمه hayır رو یاد گیریم. باز از کلمه yok. Hayır. O araba değil. Hayır. Yani ne? Yok kaç boşuna dursun aziz in nest. Yok. Nest. O burada yok.
Burada kimse yok. Burada kimse yok. Hayır yani ne? Tarzı inkorporan ne? Yok yani nest. Ergon predmeti ergon şuradan zaten. Bende para yok. Param yok. Yani pullanırım. خب دوستان از بعد که اینها رو دانستیم میگذاریم با اصلی موضوع یعنی پسوند اینطوری değil. این دوستان عزیز nest و اینچنین نه در هر دو معنا میآید وابسته جمله است. دوستان عزیز yok az değil خیلی فرق میکند. yok param yok pulum nest. اگر که param değil pulum ne در جمله هم دوامدار میشود. یعنی این از این فرق میکند. در جای yok değil رو گذاشتن خیلی خطا است. nest این معنای پردمت رو دارد. این فقط که اینکار میکند değil. Mesela ben میگویم ki bu tahta siyahtır. Siyahtır. Bu tahta siyahtır. Oba. اگر که گفتن شود که نه این تخته سیاه نیست یا که سیاه نه سفید است. در اینجا از کلمه خیر نه استفاده می‌کنیم. hayır bu tahta siyah değil beyazdır. Beyazdır. خب در اینجا از hayır استفاده می‌کنیم. نه bu tahta این tahta siyah değil, siyah ne? Yani ki siyah ne? Safed است. Siyah ne? Safed است. Beyazdır. Siyah değil. Daha önce inkar kardیم. Daha önce tasdik kardیم ki safed است. خب وقتی که اینها رو گذاشتیم دوستان عزیز مثال میارم که abin evde daha önce o pasayandi mi میذاره برای که یه اومد evde mi? Abin evde mi? شما میگوید که نه در خانه نیست در بیرون است. باز همین کلمه اینکاری hayır رو استفاده میکنیم. hayır در بسیار جایی استفاده میشود. hayır نه hayır evde değil. Evde değil. Dışarıda. Hayır evde değil dışarıda. Yani ne در خانه نه در بیرون. Yani در بیرون az kurtarılmaz. Hayır evde değil dışarıda. Yani tarzı inkar kardن cümle tavasiti pasyondi değil. Değil. Siyah değil beyazdır. Evde değil dışarıdadır. Oldu. Bu masa mı? Hayır. Bu masa değil. Hayır. Bu masa değil. در دو حالت می شود هنگام استفاده değil هم hayır رو استفاده میبرند باز حالتهایی هست که استفاده نمیبرند. این محکم خواهشی و گردنی گوینده وابسته است. مثلا همین رو ما میتونیم بگوییم که hayır رو استفاده burada evde değil dışarıda. Evde değil dışarıda. این tarzı کوتاهش می شود. اگر که باز این رو استفاده بریم hayır evde değil dışarıda. این موافقی خواهشی گوینده است. یعنی hayır değil. میتوانید این رو استفاده نبرید. اما این رو حتما استفاده میبرید. evde değil dışarıda. Diyorum ki yemek değil su istiyorum. Yemek değil su istiyorum. خوراک نه آب میخواهم. اگر که با جای دیل یک رو استفاده بریم جمله غلط میشود. خوراک نیست آب میخواهم. خب
یعنی مضمون جمله هم دیگر خیلی می شود. خوراک نیست گفته طرزی تصدیقیش می شود. باز دوستان عزیز با همین یک پسندی این کاری هم گذاشته می توانیم. یعنی یک آمد یک مو. Sende para yok mu? Sende para yok mu? Sende para yok mu? Yani pasendi mu. Yok mu? Nest. Dar tu pul nest? Hayır. Bende değil. Güyemek. Hayır. Bende değil. Ne? Darman nest. Darman nest. Bence o bağını nest mu? Hayır bende değil. Abimde. خب دوستان عزیز برای چی من این دو کلمه رو مثال آوردم پیش از دیل چون که فرق کنید که این در کدام اولاد میاد این در کدام اولاد و این برای چی استفاده بوده می شود. خب ولی هیچگاه جای یکدیگر رو پر کردن نمیتوانند اینها. اگر که با جای دیل hayır رو استفاده بوده می شویم evde hayır dışarıda evde hayır که گفتیم جمله تماما خطا می شود. در بعضی حالات یک را استفاده بودن ممکن است. یک evde yok evde yok evde yok yani در خانه نیست. باز bende para yok bende para yok. خب در بعضی حالات ها این yok جای این رو عوض کند هم ولی بعضی حالات های می شود که اگر جایش رو عوض کنیم جمله مضمونش خطا می شود و دیگه می شود. مثلا در اینجا bu tahta siyah yok بگویم اگر خطا می شود. اگر که از ما جمله رو با توجیهی ترجمه کنیم مضمونش یک می شود. bu tahta siyah yok هم نیست شد. اگر که با زبان روسی فهمونیم این جایش رو hayır нет это доска не черная не черная не черная а белая не черная. Данжо اگر یک رو استفاده ببریم это доска черный нет белый جمله خطا می شود. خب دوستان عزیز این بودن یک چند قاعده درباره هم ترتیب دادن جمله سوالی هم شکل اینکاری. تشکر زیاد دوستان عزیز چون هر وقتا میگویم که ویدیو را با کچه بلند تماشا کنید چون که کلمه‌ای که در داستان نوشته می شود شاید که خیره نشان دهد. از همین خاطر خواهش میکنم که با کچه بلند تماشا کنید. خب تا درس‌های دیگر پناهتان بخدا.